گفت نان در رسم عادت داده، دست از بحر خدا نکشاده. گویی همین عادت چی دست برای شما را در رسم عادت و همسایه ها چی میگفته باشند، خشتوارا چی میگفته باشند. او وقتی که تو همون کار برای همسایه و به خاطر خشتوار میکنی، خداوند قبولش نمیکنه. بحر فخر، بحر بوش، بحر ناز، ناز برای ترس تقوا و نیاز. یا زمانایی بود که همسایه 2 دیگ آش میداخت، ایش ناموسکی 3 دیگ میکرد یا 4 دیگ میکرد. خیر احسان البته اگر بیریا باشه خداوند قبولش میکنه به یگان شک شبه. لیکن باید همین را به روز معین تعیینش نکنی، در روزهای مخصوص جداگونه نکنی. هر وقت امکان شرایط چی کردن بگی آخی یگان مشکل نداره. این خیرات و احسانات این رحمت پروردگار، نعمت، اجر و پاداشش اگر بیریا باشه هم به خودت میرسه و هم برای کسی را که بخش ان شاء الله خداوند بزرگ میبره میرسونه. نه که باید که بیریا باشه، طبق عادات نباشه، طبق رسم عادت نباشه، به خاطر الله باشه هم کاری میکرده. گرامی صلی الله علیه و سلم فرمود مل میت فی القبر الا کالغریق فی الماء. میت در داخل قبر مثل شخصی است که در دریا میافته و همین در ورطه غرق شدن است. ینتظر دعوت تلحقه من اب او او اخ او صدیق. منتظر یک کف دعا است. همین خیلی که آدمی که در آب میغلطه و غرق شده است منتظری است که یک کسی یک خوده را دراز میکنه، یگان بند میپرت و یک میکشه آب میبرورم. همون میت هم میگه در داخل قبر منتظر یک کف دعایی است که از پدر است، از مادر، از برادر، ای فرزند، ای یگان دوست براش میرسه. فاذا لحقته کانت احب الیه من الدنیا و ما فیها. و وقتی که همون خیر احسان براش میرسه براش میگه همین دنیا و تمام نوش نعمت دنیا بالاتره. سبحان الله. حضرت سعد ابن عباده صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت سعد ابن عباده همین به قول امروزه لیچلی تلخ پیغمبر بود در جنگ. لیچلی تلخ رانی تلش بود. پهلوان بود، سردار قبیله خزرج انصار بود، مردی شمشیرزن، مردی ثروتمند، بسیار با دولت هم بود. هیچ وقت خونش به مهمان نبود، دیگش همیشه به جوشیده است. پدرش عباده هم در زمان جاهلیت همون خیلی بوده است، خودش همین خیلی جوان مرد. پسرش قیس ابن سعد در سخاوت جوان مردی گویش سبقت ای تمام هم عصر هم زمانهای خودش بردگی ای شهره افاق شدگی ای. همین حضرت باره میگه در سفر بود، مادرش میگذره. وقتی اومد مادرش علاکه مرده است، نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومد. گفت یا رسول الله این ام سعد قد ماتت. مادر سعد گفت از دنیا گذشته است. فای صدقه افضل. ای حبیب خدا گفت کدام صدقه از همه بهتر و خوبتر است که من در حق همین مادرم بکنم. حضرت گفت الماء، آب. بهترین صدقه آب است. آب بسیار نعمتی بزرگی آخی، بهترین صدقه است. من میگه حضرت رفت در همین یک منطقه مدینه که مردم احتیاج به آب داشتن، مرد کار برد چاه کند، چاه آب رو ورد، گفت هذا لام سعد. انا صدقه جاریه است برای ام سعد، برای مادر سعد، به ارواح مادرم. این صدقه میگم. او صدقه فقط همین نان طعام کردن نیست. این ببین این با صدقه جاریه ای تو وقتی همون چاه هست، تو وقتی آبش میخرم اجر ثوابش رفته است. و حضرت صلی الله علیه و سلم بشارت داد، گفت و این الله تعالی لا يدخل على اهل القبور من دعای اهل الارض امثال الجبال. بیشک الله ذوالجلال و الاکرام برای اهل قبور، برای مرده ها را از همین دعا و خیرات و احسانات زنده ها اگر مثل که هم که باشه میبره میرسونه، حتما میرسونه، به شرطی که بریا باشه. و این هدیت الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم. بیشک هدیه زنده ها برای مرده ها همین طلب استغفار در حقش دعا کنه، پروردگار رو رحمت و مغفرتشون کنه، خدایا در روحای جنت مستقر شو بگردون. حقیقتا حق هم دارن. همین روزا دیگه هم میکنی آداب و اخلاق کاسته مردم، رفتار و کردار مردم. بعد میگوی خشاب به حال تو یک کمپیرکا و مسافدای دوره سویتی که اگر چند علم کافی نداشته، اگر چند اینقدر مسجد نبود،
اگر چند اینقدر تعلیم و موعظه و کتاب نبود با یک کلمه اوبال جامعه را اصلاح کرده شما. خدا رحمت و مغفرت کنه. حقیقتا غیرت داشتنده تدون خدا همین یا تنبوش و هم اکثر همینجا مردمی هم دورهای در قدر مسافت میقفیدد بنده کی میشه امتی کی میشه در مذهب قند طبقه را جواب نگو اوشو تمه کشید در دستت میدود یا پیش یک از شکایت کرده را نمیشید بود در خونه می اومدی میگفتی با چند شپلاق دیگه میخوردی بم برای روستایی نخود تو نداری بنده کی میشه ولی کی در قیسشان در دهانی داری مسجد گودکو بجیل زده استیان قماربازی دارن یک مسافر نمیگرده بگه که بچه‌م همین حرام ای نکنه یا دهن نصیحت نمیکنیم خیلی حقیقتا مردم غیور رو شجاع بدن همون چیز در خیچو که باور داشتن میگفتن گپشو تاثیر داشت هم بچه همین شوخی درخت نشکن که او بالای میوه نپختر نکن گورکا که او بالای ها گو و نزن و حیوانی به زبان او بالای همین او بالا نمیفهمیدیم چیه که همین او بالا خیلی تفسیدیم که و همون او بال جامعه را اصلاح کردن خداوند رحمت و مغفرت شد امروز وقتی الحمدلله همه چی اوگو هستیم همه چیزا میدونیم تمام شرایط امکانات هست میدونیم کدامش حرامه کدامش مکروه تحریمیه کدامش مکروه تنزیهیه با وجود هم دقیقش نیستیم پروا نداریم برای که اکثر گوینده ها خودشو عمل ندارن عمل که ندارن گپشو تاثیر هم نمیکنن خیال میکنن ای گوش میدروه و ای گوش دیگه میدروه میره هدیه زنده برای مرده نمی طلب استغفاره همیشه در حق شده دعا کنه خداوند رحمت و مغفرت شون کنه خداوند در بحبوحه جنت مستقر شون بگردونه خداوند ما زنده ها هم غیرت و همت بده که سعی کنیم که بعدی سرمون فرزند نواسای مؤمن و مسلمان باقی مانده که وقتی مردیم و بعدی فراموشی سپرده نشیم در حق من دعای خیر کنن فراموش نکنن انشالله این مادری را بخی چه کرده است خدا رحمتش کنه این نواسه را که کلون کرده است تربیهش داده است مسلمان که کلونش کرده است همون خانواده در کودک تربیه مییابه برای چی میگن کودکی پدردار و کودکی بی پدر برای یتیم بدنش نه بی پدر کسی را میگن که پند نصیحت نگرفته است در خونه پدردار کسی را میگن که یک نصیحت شنیده است پند شنیده است اگر چند پدرش مرده باشه را میگن که پدردار بدستی آدمی به عقل به اندیشه بده ای خودش کلان و احترام میکنه یا اخلاق و آداب داره معامله و معاشرتش به مردم مسلمانی ای پندی را میای نگه اگر این پدرش در سور طوری سرش چختم که باشه اگر تعلیم ندیده باشه میگن این بدبخت بی پدر ای یعنی بی تربیه ای بد اخلاق ای همین کسی که کنه برای خودش میکنه برای مردم نمیکنه انشالله همین ما هم که کرده ما و شما رو برای خودمون میکنیم خداوند بزرگ خیرات و احساناتی و حمدیانش قبول و مقبول بگردونه در نامه اعمالش ثبت بسازه بود پروردگار فرزنداش عالم قاری و محب به کمال برسونه خداوند فقیه امت اسلامی روایت میفرماید که بار رسول گرامی صلی الله علیه و سلم همین جوانان را جمع کرد در اطرافش به همون جوانان مراجعت کرد گفت یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ای گروه جوانا هر کسی از شما قدرت امکانی زن گرفتن داشته باشد حتما باید ازدواج کنه کسی میتونه که مهر زن مهیا کنه نفقه زن داده بتونه زن با جای خوب تأمین کرده که بتونه حتما باید که زن بگیره لوم امر فلیتزوج باید نکاح کنه بعد سببش هم میگه حضرت فانه اغض للبصر و احسن للفرج زیرا که ازدواج اولا چشم از نظر حرام باز میداره همین آدم زندار دیده که چشم شرانیش کمتر میشود خیلی اگه کثافتی همین بدبختی بدگوهر نباشه دیگر جمع در پیش زن خودش وقتی که شهوتش خونه میشود دیگر چشم شرانیش کمتر میشود اصلا آدمای با عقل و با فراستی که وقتی صاحب زن شدن همین از بس که خبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن که حضرت میگه که بر نساء الناس عف نساء الناس تعف نساءکم عفت زنهای مردم بداره تا اینکه عفت زنهای شما داشته شود سعی میکنن که در زنهای مردم نگه نکنن تا زنهای خودشون مورد یعنی چشم شرانه دیگر رو قرار نگیرن و اینه اغض للبصر همین نکاح سبب بازداشته شدن چشم از نظر حرام میگرده و احسن للفرج و سبب بازداشته شدن شخص از زنا و از حرام میگرده
وقتی که همین بچه را زن دادی یا دخترش شو دادی انشالله همین گویا که تیوالش کردی دیگه در هم گردی هم تیوالا چریده میگرده دور بسیار دوری بد نمیپره و نمیگرده همین اصلا بگیریم یکی از همین حکمت های ازدواج همینه که انسان آرام میشود سکینه پیدا میکنه وقتی که قرار گرفت و آرام گرفت دیگه همون میمونوزیش هم کم میشود بیعقلیش هم کم میشود عملهای غیر مشروعش هم کم میشود همین پدر و مادر هم دیگه آرام میشود و میگن دویدن گوساله تا کهدانه سبحان الله همین خاطر این بسیار یک عمل خیر سنتی است که وقتی فرزند کلون شد پدر و مادر سعی کنند که زود یک جفت مناسب براش بیاوند و خانه‌دارش کنند همون فرزند آرام بگیره و بعد شکرگزاری نعمت پروردگار و شکرگزاری خدمت پدر و مادر کرده زندگی کنند و من لم یستطع فعلیه بالصوم حضرت صلی الله علیه و سلم گفت کسی قدرت امکانی زن گرفتن اگر مبادا نداشته باشد هستن آدمایی که خانه ندارن هستن آدمایی که شرایط جمع کردن مهر زن ندارن نفقه زن تأمین کردن نمیتونن اینا رو حضرت صلی الله علیه و سلم توصیه داد که باید روزه بگیرن روزه بیشتر بگیرن روزه که گرفتی آرام بشه و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء زیرا که همین روزه یک چه بگم شهوت شکن است یک لجام است پیش رای یک شهوت جوان همه گیره انشالله دلشاد جان غیرت که داره فرزند که به بلاغت رسیده است اینا فرزند خاندار کرده است اما جوانایی که ولی اچرت و دختر ای اکا داره ای خطو کلون است ولی بیرق در دست و غلطیدگی نیست توصیه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که روزه بیشتر بگیر اقلا همین روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیره روزه انسان از فسق و فساد نگه می‌داره در دنیا از بلا و آفات نگه می‌داره و سبب نجاتش فردا روز قیامت از آتش جهنم می‌گردد خداوند این محفل خیر توی سنتی را مبارک بگردانه پروردگار شاه بچه را همراه عروسش از جمعی خوشی‌های زندگی برخوردار بگردانه پروردگار رو بینشون الفت مودت محبت واقعی و اسلامی را برقرار ساز تا اینکه حق و حقوق همدیگر را رعایت کنند حرمت احترام پدر و مادر همدیگر را همیشه به جا بیارند و از فرزنداشو در آینده احترام ببینند پروردگار بزرگ از داماش و فرزندای خوب صالح عالم قاری و محی به دنیا بیارد خداوند و تویهای نکاحی را سبب زیاد شدن فرزندای حلال زاده و جامع اساس قرار دهد خداوند و به خاطر احیای این سنت والا و بزرگ حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در این خاندان در این محله در این شهر دیار در خاندان برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند فیض و برکات خیرات و حسنات خیرشان نازل فرما برحمتک یا